سری ویدیوهای موتوبلاگ خوش اومدید. توی قسمت میخوام بریم یه روستای مخفی تو تهران. بچه این چیه؟ چی اومده؟ چوبه اوکیه، برو تو این ویدیو با موتور به روستای همسین یا ترکمنده رفتیم که در شمال شرقی تهران و 7 کیلومتری پارک جنگلی سرخسار قرار گرفته. برنامه ما این بود اونجا برسیم و آتیش روشن کنیم و صبحونه بخوریم. برای شروع رفتیم قهوه خریدیم تا با موکاپات توی زغال درست کنیم و حسابی انرژی بگیریم. بعدم رفتیم برای صبحونه‌مون که املت خرید کنیم. کوچولو بردارم؟ آره دیگه بپر. کدوم بردارم؟ نه. این کوچولو. اینا. آره راست میگی بندانه پس. دیگه چیه؟ هستم؟ یکی دوتا یه بردارم. آقا ببخشید گوجه‌تون کجاه؟ کجا اونوره؟ اونوره مرسی. خب خوبه؟ این بچه این چیه؟ این گوجه خجالت بکش. آقا من اینو میخوام بیارم خود. نه ولش. نه ببریم؟ به نظرم خوشمزه میشه. بچه ببینید. آره بندازم. اون خرابه. اون خرابه. چی شد داری برمی‌داری؟ بعد یه بار دیگه بیا. اینم که آقا اینه چه وضعشه؟ بچه اینجا چرا گوجه‌اش اینجوریه؟ های تپلی دلم ناسروی هواش هواش رایشینا گرات خمینه کبیتر حالی مستینا. قیمت این هیزوماتون چطوره؟ کیلو 10 تومن. ما میخوام بریم جناب زغال ببریم هیزم. بعد آتیش‌زا هم داری؟ آتیش‌زا هم دارم. من نفت دارم، من ژل دارم. اینا با ژل آتیش میگیره؟ نه. چوب خشک هم داری؟ چوب خشک؟ خوشگلیه. اینا میگیره راحت؟ خب الان یکشو واسه ما بی‌زحمت. بچه‌ها این آقا رفت برامون یه هیزم خشک انتخاب کنه. اما متاسفانه اتفاقات وحشتناکی برامون افتاد که در ادامه ویدیو می‌بینید. من و تو مثل همین خوف میکنن میبیننمون واسمون غلاف لوف میکنن. خب اینو همینو ببرم دیا. خب رو موتور میشه بس اینو؟ چجوری بنده؟ میشه آجی. جیباش یخ میکنه از دایی. آره دیگه دایی چیزش زده بیرون. ریام قور عزیزتان به تربیت برکی باش سر بشی بسرم بیرون موقع چیکار باید بکنیم؟ بخواد باشه فایده نداره. پس فردا صبح ساعت 10 شوتش کردم رفته. فردا ساعت 83 تومن 30 تومن دست شما دارم. 113 تومن. مرسی داداش. قابل تقدیم. متشکرم. با این جسارتا مسیر رو ثبت می‌کنی. بله. بیا مسیر. میخوام بریم آره با بالا کو. کجا بریم؟ ترکمنده. آره ولی دیگه آتیش میخوان دیگه. من نشد با تو بمونم. خب اینم بده. قشنگ بکش. موتورتون الان صفر شد. دست بزن. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. بچه‌ها بعد از اینکه از بخش فیلم برداری ممنون گذشتیم وارد جاده ترکمنده شدیم که واقعا قشنگ بود. یعنی قشنگ وایب جاده‌های تگزاس رو میداد و ما هم نمیدونستیم قراره با چه چیزایی روبرو بشیم. حتی نمیدونستیم قراره بریم کجا بشینیم، اتراق کنیم، آتیش درست کنیم. از چالش‌های مهممون همین قضیه. Keep my head up when I act, head up that's a fact.
never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. چه ویوی داره ولی خوبه ویو پارت میکنم. من میترسم. من نمیام پایین. چطوره اینجا؟ داش 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 داشم من داش 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 داش. بابا اینجا چه خوبه همینجا چیز کن. بچه ما رسیدیم یه جا پیدا کردیم بعد از حمله سگ‌ها و بالاخره اتفاقی که افتاد داریم یخ میزنیم. خیلی حواسم. هیزوما رو ریختیم اینجا فقط دیگه نمیتونیم آتیشش بزنیم دیگه. این هفته خوب امیدوارم بسوزه. چوبه خیسه. اینو آبه لاش آبه نگاه کنین چه هیزم تری بهت فروختم همینه. ما داشتیم درست میرفتیم واقعا به ما هیزم تر فروختن. آینه میگیره راحت. آینه میگیره راحت. چطوری جونده؟ چی میبینی؟ چگونه آتش روشن کنی؟ بهتره هم سخت باشه و هم خوش. حواستون باشه مثل من انگشتتون رو نبرید. بچه ها بریم خار بکنیم دوباره بذاریم این خاموش شد. خار جمع کنیم شد دیگه. خب خار درست حسابی برای بار فکر میکنم 7-8 بود که دیگه. بچه ها ویدیو چطوری آتیش روشن کنیم هم تو یوتیوب دیدیم جواب نداد دیگه. آخر گفتم بره یه زغال بگیره بلکه زغاله تازه خودسوز زغاله بسوزه بلکه این چوبا رو آتیش بزنه دیگه. بریم که داشته ساعت الان باش. چنده؟ فکر کنم 3 شده دیگه. قرار بود که ما صبحونه بخوریم الان میخوایم صدا سگی میاد. بچه شبا اینجا پلنگ داره. پیشی اومد. اینم تا بوی غذا شنید اومده اینجا میخواد غذا بخوره. زغالو خارو نگاه کن خار افتاد توش. خار املت. آره خوردن قوت داره اصلا. بچه حلیم شد بیشتر تا املت. خوشمزه است؟ مزه زغال و نفت. نه خیلی خوشمزه است. پلشت به پروا نمیخوری بخوری غار میشی.
اگه لایک ها این ویدیو به 10,000 تا برسه شب میایم اینجا پیش این خودمون میریزیم اینجا میام پیششون میشینیم. بچه‌ها دیگه هوا داره تاریک میشه، صدای گرگ، بزمجه، زوزه‌های گرگ، زوزه دیگه. ما کم کم میخوام اینجا بریم. واقعا خوش گذشت با توجه به سختی‌هاش و اینکه 2-3 ساعت داشتیم آتیش روشن کردیم و خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما هم بیاید اینجا و از این فضا استفاده کنید، لذتشو ببرید، لذت گرگا و اینا. دیگه ما کم کم بریم دیگه. تا ویدیو بعدی خدافظ.